سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که صحتمند و عافیت باشین. دکتر الیاس مشعل هستم، متخصص جراحی یورولوژی و امراض بولی تناسلی. موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم در مورد ازوسپرمیا یا عدم موجودیت اسپرم در مایع منی است. خصیه مردان دو وظیفه اساسی داره. یکی ساختن هورمون مردانه به نام تستوسترون و دوم تولید نطفه مردانه به نام اسپرم است. هورمون تستوسترون در تبارز و شکل‌دهی خصوصیات مردان رول اساسی دارد. زمانی که اشخاص به سنین بلوغ میرسه، تستوسترون سبب میشه که بدن مردانه در نزد از اینها بیشتر تبارز بکنه، تون آواز از اینا غور شوه و یا تغییر بکنه و موهای زایده در جاهای مخصوص از اینها شروع به رویدن بکنه که از تاثیرات تستوسترون در نزد مردا می باشه و نطفه مردا که به نام اسپرمیات میشه و توسط هر دو خصیه مردا تولید میشه. اگر امی اسپرم در مایع منی که از شخص خارج میشه موجود نباشه، ما میگیم که شخص مصاب ازوسپرمیا هست. هر باره که شخص جماع و یا همبستری میکنه، مقدار مایع منی که از این خارج میشه و در این مقدار اسپرمی که وجود داره عموما در حدود 20 میلیون فی میلی لیتر می باشه. یعنی در هر بار که شخص انزال میشه شاید اضافه تر هست 70 میلیون اسپرم از خود خارج بکنه. اگر امی مقدار اسپرم در مایع منی موجود نباشه، پس ما میگیم شخص مصاب ازوسپرمیا است. شاید شما عزیزا سوال بپرسیم که علت ازوسپرمیا چی است؟ عواملی که سبب ازوسپرمیا میشن به 3 کاتگوری و یا به 3 بخش تقسیم میشه. یکی عوامل هورمونی است، یعنی تغییرات هورمونی در مردها میتونه که سبب ازوسپرمیا شود. کسایی که جاغور دارن و یا هم تومورهای مغزی دارن و یا هم مشکلات در غده نخامیه دارن و یا ای که بی موجود تستوسترون یا هورمون مردانه میگیرن، میشه که در نزد از اینا ازوسپرمیا به وجود بیاد. دوم علت ازوسپرمیا مشکلات خصیوی است. شما خو میفهمین که اسپرم در خصیه ها ساخته میشه. هر عاملی که، هر مرضی که، هر آفتی که به خصیه ها صدمه وارد کنه میتونه که در نزد شخص اسپرم کاهش بده و یا صفر بکنه. مثلا صدماتی که در وقت ورزش به خصیه ها وارد میشه و اشخاص یا افرادی که در سنین کودکی کلچرک سپری میکنن، اشخاصی که در جاهای بسیار گرم کاربار میکنن، مثلا در نانبایی ها، در سوناها، اینها میتونه که هم خصیه های از اینا از باعث حرارت بلند صدمه ببینه و یا هم اشخاصی که به شکل مادرزادی دارای خصیه های خرد یا کوچک هستند که ما به نام پرایمری هایپوگونادیسم میگیم و یا امراضی که میتونه در خصیه ها به وجود بیاد، مثلا تومورهای خصیوی. و یکی از امراض شایع که میتونه سبب ازوسپرمیا شود عبارت از واریکوسل است، یعنی تورم یا پوسیدگی رگهای خصیه هست که تا یک ویدیو ما بر شما معلومات کافی دادم. اینها همه میتونن که سبب ازوسپرمیا شود. و سوم علت ازوسپرمیا مشکلات در ترانزیت یا انتقال اسپرم است. شما میفهمین زمانی که اسپرم در خصیه ها ساخته شد، از طریق قنات های منوی، از طریق پایپ های مخصوص از خصیه انتقال داده میشن تا ای که در وقت انزال از بدن خارج میشن. اگر دنمی پایپ ها بندش موجود باشه، رکودت موجود باشه، مانع وجود باشه، بنابراین اسپرم امرای مایع منی یک جای خارج نمیشه، پس ما میگیم که شخص مصاب ازوسپرمیا است. و سوال دیگه شاید شما عزیزا بپرسین که آیا ازوسپرمیا تداوی داره؟ برای شما عزیزان بگویم بله، اما متاسفانه در کشور ما تشخیص درست صورت نمیگیره
و اشخاص عموما نزد دکترای مراجعه میکنن که اونا در این رشته تخصص ندارن و عموما به مریضا دواهایی میتن که دواهای تقویتی است، دواهای مایکروب مثلا آنتی بیوتیک ها میتن و امثال هم میتن، ولی تشخیص صورت نمیگیره. باید هر عضو اسپرمیا یک علت داره، باید علتش تشخیص شود. یا مشکلات هورمونی است، یا مشکلات خصیوی است که در خصیه های از اینا مشکل وجود داره، یا مشکلات ترانزیتی است، یعنی در پایپ هایی که اسپرم انتقال میتن در اینها چی است مشکل وجود داره. زمانی که ما به تشخیص برسیم باز میتونیم از اسپرمیا را تداوی بکنیم. مثلا اگر مشکلات هورمونی باید تداوی شود، تجسس شود، مطالعه شود، معاینه شود، تشخیص شود و تداوی شود، ولی مریض ان شاء الله خوب میشه. مشکلات خصیوی است، مثلا خصیه ها مصاب به واریکوسل هستند، خصیه ها تروما دیدن، در صورتی که درست تداوی شود میشه که این مشکل از اینا رفع شود. و یا هم بندش در پایپ های آب منی است، بنابراین اگر ما او بندش بتونیم پیدا بکنیم که در کجا بند است که نمیشه اسپرم از اونجا انتقال بکنه، راه را باز بکنیم و عملیات تخصصی و سنجیده بکنیم، انشالله مریضا شفایاب میشن. و است یک تعداد اشکال از اسپرمیا که هیچ تداوی ندارن در تمام دنیا تداوی ندارن، مثلا کلینفلتر سندروم که یک مشکل است که سبب از اسپرمیا میشه ولی تداوی نداره. مثلا کسایی که به شکل مادرزادی خصیه های خرد دارن، چوچه خودشان است مثلا 30 ساله ولی خصیه هایشان است برابر یک طفل 7 ساله. بنابراین ما در اینا قدر توقع نداریم که اینا شفایاب شوند. ولی دوستان عزیز، توصیه من به شما عزیزایی است کوشش بکنین نزد دکتر مراجعه بکنین که اینمی مشکل شما را به شکل تخصصی، به شکل اساسی معاینه بکنه، تجسس بکنه و تداوی بکنه. و شما تداوی از اینا عموما وقتگیر است، بنابراین شما کم حوصله نشین، ان شاء الله شفا